اگر تشریف به شما سوال دارم، شما در جوانیتون عاشق شده اید و اگر شده باشید از محبتی دوست داشته‌تون دور مونده اید یا نه؟ سوال زور. هر یک جوان در وقت جوانیش، هر یک مرد، هر یک جوان در وقت جوانیش یک کس دوست می داشت. ما همچنان از او گفتم و آدمو ایامو چی قفا نمونده یک چند کس دوست داشتیم. نگو او را دوست می داشتیم، نگو او نمیدونست که ما او را دوست می داشتیم. نگو یک بار یک قصه عشقی کوتاهک دارم، او را برای شما قصه میکنم. وقتی که اولین بار شهر دوشنبه اومدم، آرزو میکردم که وقتی که دانشجو میشم میخواست که یگم اقصد طفل بگلو اقصد زد قفاش بر اقصد زد نمیگیره. بعد بار اول تو که ما میشده باشه که اون روز یگم خانم داشته باشیم. بعد اون چند دوره بسیار دشواری بود، طفلی نبود، پاپوشی نبود. سال 93 حریم 94 یک بار در این پیش کیلومتری تاجیکستان یک تا ایستگاه است، همونجا ایستادگیم در فکر غوطه زدم، یک طفلی داشتم تاش اینمی قدرش نبود، فقط کردان میموندیم. کردان همون وقت تلویزیون شیوکی نه برآمدگی بود، فقط کردان میکفتیم. آدما بیزنس داشتن فقط کردان میکفتیم. بعد کردان هم میبریدم در همین تای پوچه میموندم که پوچه تر نشود. بعد یک دختره کمجا نامش فراموش نکردم، جمیله نام داشت، دبرم ایستاد. بعد دیگه یکی دیدیم که خیلی نگاه دارد، دختره که بعضی وقت گفتم که سلام علیکم. بعد یا سلام علیکم دیگه گپ مگرفت، دیگه در گپ در اومد، خیلی چق کردیم. بعد پرسیدم چیکار میکنی؟ گفتم که من در دانشکده هنر زیبا دارم میخوانم، اکتیارم. اکم دوباره در بیزنسمن خود من بول گرفتم. با بیزنس چند تا ماشین داریم، اون چند ماشین همین 911 پیش گفتم چند تا 911 داریم. دیگه دیدیم که خیلی دلش ما کشید، من دیگه دوست داشت. بعد دیگه چق کردم، دیگه این دختر کی بروایم، دیگه چق دیگه دیدیم که دختر گام مگر دیگه وای ما کردم، دیگه پوچم خیلی کم فراموش کردم. بعد دیگه گفتم خاکم بیزنسمن پوچم تا بردم آوردم. گفتم خیلی باید کار میکنم، خیلی میشنه ندم خانم. دیگه چشم دختر کردم که طرف چشم نگاه نداره، اصلی پوچم نگاه داره. یا نگاه میکنه 20 پوچم خیلی کم کردن طرف شمتاری برآمدگی. تو باید گفتیم اونجا مثلا یه روز دادم داره، گفتم خیلی گفتم اونجا میخونم، خیلی جا میخونم، بردم آوردم 3-4 خانه داره میم شهردکی. دیدی که کردان پر جنبانده است، طرف همون جمیله دهنش شمتای هوی هم خیلی همین یک کی دیدم گویا کمی از سطل آیخنه که بالای سرم گور رختی. کردان دیدم چشم جمیله را دیدم، دیگه گپ نزدم، دیگه گپ گوشید پوچم هم خیلی کردم، گپ نزدم دیگه. ها بسم الله گفتم طرف همون روی سینه کنار تاجیکستان همین 3-4 قدم زدم که کردان غلطی. دیگه کردان نگاه نکنم جورا هیچ کاری نه. خیلی رفتم چند قفسیگه در پیش یک زیر زمینی یکو همونجا دیدمش سمچکم میفروخ همونجا جمیله بانو. الان قصه بود برادر عزیز، بار اول در شهر دوشنبه نگاه توفلم سازه کردان غلطی رو کردان خیلی پر جنبان نمیست برو آمده تای پوچم. بعد زمین پوچه دیگه میرفت. سلامت باشه.